بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کردم در این ایام فرخنده که موکب میلاد مسعود حضرت ختمی مرتبت در پیش هست، The Glorious Chariot of Prophecy، تعبیر اروپایی ها، یعنی عرابه شکوهمند و آسمانی پیامبری در حال ورود هست. بعد از بسم الله بقیه سوره حمد رو هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. میدونید که درباره این بسم الله چقدر صحبت ها کردن و ما خودمون گستاخی ها کردیم، بی‌ادبی ها کردیم که درباره این سخنی گفتیم: من ز کجا وین پر و بال از کجا، من که و تعظیم جلال از کجا. گفتن که اون چه که در قرآن هست در سوره حمد هست. حالا بعضی میخوان حروفش جمع بکنن، ببینن آیا میخوان از طریق علم جفر و اعداد و اینها شاید راه پیدا کنن. این حروف مقطع رو گاهی جمع میکنن: الف لام میم، کا ها عین صاد قاف، عین سین قاف، میدونن. بعد جمع میکنن. شیعه میگن این مجموعه حروفش رو اگه جمع بکنیم میشه صراط علیین حق نمسکه، یعنی صراط علی حق، ما اون انتخاب میکنیم. سنی ها همین حروف رو جمع میکنن، میگن که در میاد که مثلا صراط و سنت حق مثلا نسلکه، یه چیزی مشابه این. اونا هم گفتن که هر دوش هم از همین حروف تشکیل شده. در مورد این که قرآن منعکس شده در، یعنی خلاصه شده در سوره حمد و هم در بسم الله و بسم الله در با، و حضرت مولا فرمودن که انا نقطه تحت الباء. اینم خیلی نگاه های گوناگونی شده، ولی من فکر میکنم عاقلانه ترینشون است که ما در اجمال و تفصیل تفسیر بکنیم، یعنی بگیم آنچه که به تفصیل آمده در اینجا به اجمال آمده و به اشاره. چون کل قرآن دعوتش به 3 چیز هست: یکی ایمان به خدا که پر شده قرآن از الله، شاید 2600-700 بار کلمه الله به کار رفته در قرآن. مثل خون در شریان قرآن جاریه کلمه الله، و نشون میده که هیچ مسئله مهمتر از این که ما ایمان پیدا کنیم به الله، به اون کسی که همه حیران و شیفته و سرگردان او هستن، نیست. از این مهمتر چیزی نیست. بعدم ایمان به معاد و روز قیامت و اینکه ما شما رو عبث نیافریدیم. ام حسبتم انا خلقناکم عبثا ایحسب الانسان ان یترک سدی. آیا انسان فکر میکنه که ما همطوری ولش میکنیم و اینجا اومده و بعدن میمیره تموم میشه؟ اینم خیلی مهمه. یعنی کمتر سوره‌ای هست که اشاره‌ای به این بازگشت و به این معاد نکرده باشه. معلوم شه اینم خیلی مهمه. این 2 تا ایمان، ایمان به خدا مبدأ و معاد، اینقدر این 2 تا مهمه که اصلا فلسفه رو میگن خلاصه میشه در اثبات مبدأ و معاد. کتابی داریم به نام مبدأ و معاد، کتابهایی داریم با عنوان آغاز و انجام که همون مبدأ و معاد. یکیش مبدأ و معاد ملا صدرا، یکیش هم آغاز و انجام خواجه نصیرالدین طوسی که هر دوشو من توصیه میکنم که عزیزان بخونن.
سوم عمل صالح، کار خوب، تقوا، شرافت، انسانیت. نیکخویی و خلق خوش، اینم یک. این سه تا محور اصلیه و مژده دادند که هر کس آراسته شد به این سه وصف لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوفی نداشته باشن، حزنی هم نداشته باشن. اون وقت میبینیم که هر ستای این در سوره حمد هست. حالا مقدمه چینی و تمهیدی دارم میکنم که میخوایم وارد نظامی بشیم و عرض کنم که نظامی و حافظ و مولانا و سعدی و سنایی و فردوسی روی این سه تا کلمه تأکید کردن، روی این سه مطلب تأکید کردن و شرح کردن و تمثیل و افسانه و حکایت آوردن که این سه تا رو در دلها بنشونن. معارف که کتاب معارف می نویسن این سه تا رو باید تأکید بکنن. اگر برای دانشجویان، برای محصلین دبیرستانی میخوان معارف اسلامی تدریس بکنن، من فکر میکنم بهترین مواد اولیش در نزد همین بزرگانی است که اسم بردیم. سوره حمد اول با بسم الله شروع میشه، الله رو به دو وصف رحمان و رحیم یاد میکنه. خود این هم مایه دلگرمیه که اونی که مبهوت و حیرانی که هست نیست، کیه، چی کار میکنه، چی کار نمیکنه، این رحمان و رحیمه. اصل رو بر رحمان و رحیم گذاشتن. 114 سوره قرآن 113 تاش بسم الله الرحمن الرحیم داره. یه دونش که گفتن براءة من الله اول سوره توبه است، اون با ب شروع میشه. اونم گفتن که ب در واقع جایگزین همون بسم الله الرحمن الرحیم، منتها در پرده رفته اصطلاح علامت اختصاریشو گذاشتن. تازه یه بسم الله دیگه هم در سوره دیگر آوردن که مجموعاً 114 تا بشه و تقریبا همه سوره ها صاحب یک بسم الله بشه. حالا در سوره حمد شما میبینید که اول خدا رو معرفی میکنه به صفت رحمان و رحیم. به محض اینکه رحمان و رحیم را آدم گفت، خود به خود آدم میگه الحمدلله رب العالمین. این مثل که دنباله طبیعی بسم الله الرحمن الرحیمه. چرا؟ برای اینکه وقتی یک الله رحمان رحیمی هست، بنابراین الحمدلله که یک بالاخره ما نجات پیدا کردیم از سرگشتگی و سرگرانی که چیکار بکنیم تو این عالم. و ما خبر دادن که بنابراین الحمدلله رب العالمین، سپاس و شکر و حمد و ثنا مر خدای عالم را، به قول مولانا هزار حمد و ثنا مر خدای عالم را که دنگ عشقم و از ننگ خیشتن رستم. الحمدلله که ما اومد ما رفتیم. دوست بباید خرید، خیشت بباید فروخت اگه میخوای معامله بکنی. بنابراین حمد و ثنا مخصوص پروردگاری است که یه چنین صفتی داره که رحمان و رحیم. دوباره تأکید شده روی رحمان و رحیم که الرحمن الرحیم رب العالمین هست. حالا این الرحمن الرحیم نگن که تکرار شده، تکرار نشده. این اونجا اون الله رو داره صفتشو میگه که اون الله رحمان الرحیمه، یعنی اونی که علیه فیه العقول، عقلها حیران او هستن، اون رحمان الرحیمه. اینجا گفت الحمدلله رب العالمین. رب عالم یعنی پروردگار عالم مهربونه. یه دایه مهربون داری، شیر بهت میده، بغلت میکنه، نگهداری میکنه. جنبش این مهد که خوشخواب توست، مهد که محراب توست، مهد صفت از پی خوشخواب توست. این عالمو به عنوان تخت خواب درست کردن برات که راحت بگیری بخوابی. دایه داری. شیر در گهواره بر طفلان فشاند. حق تعالی این جهان را مهد خواند، یعنی گهواره است اینجا.
شیر در گهواره بر طفلان فشان. پس زی سعادت که یه رب العالمینی هست. رب هم یعنی مربی که مهمترین مسئلهش مادره، محبت داره، گرمای وجودش به آدم میده، آغوشش به آدم به فرزند میده، شیر میده، تر خشک میکنه، نمیدونم تمام مراقبت های لازم رو با تمامی دل بدون هیچ انتظاری این کارا رو داره میکنه. این درست مظهر الهیت ها، یعنی فقط خداست و مادر که این کارو میکنه. مادر میگن عاشق بیاره، یعنی هیچ اگه بچه هر چی اذیت بکنه اینا باز دو مرتبه که میاد میگه مامان مثلا درد میکنه اینجا، فوراً مثلا تمام فراموش میکنه که این چه حرفایی زده. و چقدر بی انصافیه که آدم یه حرفی به چنین موجود نازنینی بزنه که دلش رنجیده بشه، که نمیشه. اتفاقا علت این که بعضیا گستاخی میکنن چون میدونن که مادره و رنجیده نمیشه. من میدونم که تو رنجیده نمیشی، از این جهت اینقدر اذیتت کردم. و خوبه این خیلی ظلمه. آدم وقتی میفهمه که این رنجیده نمیشه باید خیلی دقت بکنه که یه همچین نازنینی رو هیچ آزاری نکنه. ولا تقل لهما اف، یعنی حتی یه کمترین چیز اعتراض‌آمیزی هم باشون نکن. بنابراین رب العالمین معلوم شد. حالا این رب العالمین رحمان و رحیم هم هست، یعنی اونی که همه عالم رو مربیه و پرورش داره میده و اون دانه رو در زمین پرورش میده و اون عرش هسته رو میاره در بالای درخت و انگور میکنه و گردو میکنه و بادام میکنه و خوشه زرین عنب ایجاد میکنه و انجیر که گفت بگیر آیین خرسندیز انجیر که هم طفل است و هم پستان و هم شیر. انجیر هم پستان خودش به تنهایی همه رو با هم داره، شیر داره، پستان داره، طفلم هست چون به دنیا اومده. بگیر آیین خرسندیز انجیر که هم طفل است و هم پستان و هم شیر. بنابراین اون رب العالمین نگاه بکنید در عالم آثار رحمتش هست که چون این گل بدرنگ را در رنگ ها می آوری. اینکه معلومه که اینا رو تو طوری درست کردی که ما خوشمون بیاد، زیبایی دادی، شکل و صورت زیبا، تناسبات، هارمونی ها، اینها رو خلق. اینم نشانه ربه و مربیه. ساز میکنه، کوکا رو، سازها رو کوک میکنه. الرحمن الرحیم. بعد وارد یه مرحله دیگه میشه. این در معرفی اون مبدأ بود که مبدأ شما اون الله رحمان و رحیم، رب العالمین هم هست، رب العالمین مهربانی هم هست. بعد یه مرتبه میگه مالک یوم الدین، یه خبر دیگه وارد جریان میشه، روز جزا، مالک روز جزاست. اونم خیلی مهمه. ما همش فکر میکنیم که اصلا روز جزایی نیست، جزایی نیست اصلا، هر کی هر کاری داره میکنه و بعدا هم فکر میکنن که حساب و کتابی نیست. و در حالی که مالک، اگه آدم بدونه که هیچ نگران نباشین، تنیسون انگلیسی میگه که هیچ قدرتی در عالم وجود نداره که به یک کرم بیچاره‌ای که در روی زمین میخزه ظلم بکنه. اگر میبینی که مشکلی بر او پیش میاد اون در یه جای جبران میشه، وگرنه شما هیچ نگران این مسئله نباشید. اون دو تا کرم ابریشم که با هم در روی برگ درخت به هم رسیدن، سلام کردن، یکشون سوسیالیست بود، ماتریالیست بود، یکیشون گرایش های معنوی و ایمانی داشت. گفتش که تو عاقبت ما رو چطور میبینی؟ گفت ما عاقبتی نداریم. این که چیز بود، گفت ما عاقبتی نداریم، ما آخرش یه پرنده‌ای تک میزنه، ما رو از زمین ور میداره و بعد ما با این هیئت ممقوت منحوس روی زمین داریم میخزیم مثل کرم. ما چطور ممکنه بر پله های طلایی دروازه جاودانگی بتونیم قدم برداریم؟ ما که میتونیم چیکاری بکنیم؟ محال هم چیزی. و ما روزگارمون سیاه. تو نظرت چیه؟ والا من فکر میکنم که اون پروردگاری که ما رو آفریده و همین برگ رو گذاشته که ما اینجا بخوریم، این رب العالمینه، برگ گذاشته که ما اینجا بخوریم، این ما خاطرمون به اندازه اون کبوتر، به اندازه اون یکی دیگه، به اندازه همه عزیز هست.
ما عزیز بوده خاطرمون که ما رو اینجا پدید آوردن و حتما یک برنامه‌ای بر ما دارن. ما حالا نباید نگران باشیم و ما ممکنه یه روزی بتونیم پرواز کنیم در اون دروازه طلایی و بر درخت بهشت بنشینیم اونجا. مدت 3 ماه تابستون بحث کردن، 3 ماه پاییزم بحث کردن، مجادله و قیل و قال، کتاب نوشتن علیه هم دیگه، مقالات نوشتن تو روزنامه ها و هر دوشون در جای خودشون ثابت قدم بودن تا اینکه یواش یواش رفتن در یک کنج خزیدن دوتایشون و یک برای خودشون یه گوری ساختن. اینم واقعا از بدایع طبیعته که این یه پیله درست میکنه میره اون تو. رفتن اون تو مردن دیگه. از نظر مردم عالمی که در اطرافشون بودن اینا هر دوشون مردن و تابوتشون هم سفید گذاشتن اونجا. زمان گذشت و خواهر لاجوردین باد خزانی که باد بهاری بهش میگن، 2 تا خواهرن با هم دیگه، یکیشون شیواس یکیشون کریشناس. اینا هر دوشون هم میرقصن هم زیبا هستن. ما خیال میکنیم یکیشون مثلا باد خزانی و مثلا یه لابد یه پروردگار دیگه هم داره. بعضی میگن یه بعضی چیزا رو یه خدای دیگه آفریده، یعنی خیال میکنه چیزای بده چیزای خوبه. مولانا میگه تو یه چیزی بد به من نشون بده تا من ببینم که قبول بکنم که یه خدایی داریم که مال ایناست، یه خدایی دیگه مال اوناست، همش خوبه. بنابراین اینا تمام طول زمستان مرده بودن و بعد ناگهان باد بهاری وزید و اینها از این پیله اومدن بیرون، بال در آورده بودن تو این فاصله و بعد پرواز کردن و باز هم دیگر رو دیدن. گفت نگفتم به تو نومید مباش. و این کرم ابریشم در ادبیات مغرب زمین مظهر جاودانگیه که نشون میده که چطور انسان اگر این کنتم فی ریب من البعث، این داستان کرم ابریشم رو بخونه. پس رب العالمین مالک یوم الدین هم هست، یعنی یک روز جزایی هست، روز حساب کتابی هست و یه روزی ما سر از این خاک وقت بیاید به قول نظامی که رو زنند، سکه ما بر درمی نو زنند. یعنی سکه رو که حالا یه سکه رو هم گم کرده، مشکل نداره، سکه یه دونه سکه دیگه میزنه. شما کد اطلاعاتیتون هست در عالم که این آقا یه دونه دیگه اینش میزنه. اعتراضی که مثلا بحث میکنن ماده اعاده معدوم جایز نیست. اعاده معدوم لازم نیست بکنن که مثلا اون مادهش خب رفته هر ماده دیگه هم اونو درست بکنن میشه هم اون آقا. مگه شما از بچگی تا الان که مادهتون عوض شده شما میگن این یکی دیگه است چون مادهش عوض شده؟ ماده مدخلیتی نداره در شیعیت شیء به صورتشه، به مادهش که نیست. بنابراین اگر همون طلا رو برشتن آوردن طلا و بعد همون سکرم زدن روش، همون نقش رو زدن روش، سکه ما بر درمی نو زنند. میارن میزنن یه درم تازه میزنن. پس مالک یوم الدینی هست. اینجا هم دل آدم هر ستاش گرم میشه، ضمناً یه ترس و نگرانی هم پیدا میکنه که به هر حال حساب کتابی هست در عالم. مالک یوم الدین روزی از ما حساب کتاب خواهد خواست. بعد اینم بلافاصله اینا همطور مثل که دنبال هم قرار میگیرن. ایاک نعبد، بلافاصله آدم از حولش، از شادی که یه همچین رب العالمینی هست و مالک یوم الدین هم هست، فوراً میگه من ایاک نعبد، من تو رو میپرستم و فقط هم تو رو میپرستم چون دیگه کسی دیگه نیست. و ایاک نستعین، و من از تو یاری میخوام، برای اینکه رب العالمین تو هستی، مالک یوم الدین تو هستی، هر چی بخوام از تو باید بخوام، غفرانی آمرزشی هر چی بخوام از تو باید بخوام. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اونم دنبالش به طور طبیعی میاد که صنعت التفات در منتها درجه زیبایی اینجاست. صنعت التفات که ناگهان از غائب میاد به حضور و تقسیم میشه. داشته از خدا صحبت میکنه، یه مرتبه من دارم صحبت میکنم. این سوره تقسیم شده بین بنده و خدا، یه مقدارش جون یه مقدارش هم جون ماست.
یه مرتبه وسط بحث که خدا داره بحث صحبت میکنه که داره نازل کرده دیگه که مالک یوم الدین مشخصاتش اینه، یه مرتبه من در میام میگم وسط صحبت که ایاک نعبد، تو رو میپرستم. و اینم نشانه حضوره، یعنی اگه در نماز آدم حضوری احساس نمیکنه که خب به دیوار داره میگه، به دیوار داره میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، کسی دیگر رو نمیبینه. مولانا که میگه ما در نماز سجده به دیدار میبریم، بیچاره آن که سجده به دیوار میبرد، راست گفته، که اون رو حاضر میدیده. نماز معراجه، برای همینه معراج پیغمبر در شب معراج خدا رو دید و گفت که من یطعمنی و یسقینی ابیت عند ربی، من رفتم که پروردگارم. و باش صحبت کردم، مکالمه کردیم. همه ما کلیم الله هستیم، برای که میتونیم با خدا صحبت کنیم. الان داریم صحبت میکنیم ایاک نعبد و ایاک نستعین و تقاضا میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما رو یاری کن به چی؟ به اینکه به صراط مستقیم هدایت بکنی. مهمترین یاری که میخوایم از تو اینه که اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم هم در هندسه میدونید اونیست که نزدیکترین فاصله بین A و B خط مستقیمه، هیچ خط دیگری نزدیکتر از این نیست. که قضیه حمار هم رو همین ساخته شده که حمار اینی میدونه که خط مستقیم از هر دو تا خط دیگری ولو مثلا به نظر بیاد که چیز باشن رو هم رفته، این خط مستقیم چیزتری، یه دونه خط از اون دو تا خط در مثلث کوتاه‌تره. پس چون خط غیر مستقیم شد میشه دو تا خط دیگه، یه دونه خط همیشه از دو تا خط در مثلثی که ایجاد میشه کوتاه‌تره. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم هم اینه، ان ربی علی صراط مستقیم، خداوندم بر صراط مستقیمه. یعنی اکونومیست درجه یک خداوند یه ذره، حالا اینا تمام تلاش میکنن در تکنولوژی در صنعت امروز که مینیموم ویستیج، یعنی مینیموم تلف، کمترین اتلاف ایجاد بشه، ولی بالاخره یه مقداری ایجاد میشه. شما میخواین بنزین رو تبدیلش کنید به حرارت، به حرکت، نمیخواین حرارت بشه که، نمیخواین حرارت بشه، بنابراین ولی یه مقداری چاره ندارین، نمیتونین این کارو بکنین که این یه بخشی از این انرژی تلف میشه. باید رادیاتور بذارین و بعد خنک بکنین و بعد داغ بکنه و مشکلات ایجاد بکنه. اما خداوند این چیز نیست، هر چی که آفریده صراط مستقیم و هیچ چیزی نداره، راست به طرف اون مقصودی که خواسته رفته و یه ذره اتلاف نداره. حالا صراط مستقیم هم توضیح داده، باز صراط الذین انعمت علیهم، اینا رو ما داریم میگیم حالا که خدای تو ما رو هدایت کن به راه اون کسانی که بهشون نعمت دادی. نعمت هم همه میدونن چیه، همه آرزوهای ما نعمت هاییست که ما میخوایم. مهمتر از همه نعمت ها میدونید چیه؟ چی میشه به نعمت اضافه کرد؟ به بالاترین نعمت ها چی میشه اضافه کرد؟ ویکتور هوگو میگه که اگر دو نفر عاشق هم باشن خداوندم نمیتونه به اینا چیزی اضافه بکنه. چرا؟ برای اینکه چیزی بالاتر از عشق نیست. وقتی دو نفر همدیگر رو دوست دارن حتی خداوند نمیتونه چیزی بر برکت و سعادت این دوتا اضافه بکنه مگر که چکار بکنه؟ که جاودانش بکنه. مهمترین افزایش جاودانگیه، یعنی از حدوث میبره به قدم و جاودانش میکنه. بنابراین ما هر نعمتی رو اگه بخوایم بگیم که انعمت علیهم، شرط اون نعمت بودنش اینه که جاودانه هم باشه. بنابراین تو خود این کلمه هست که نعمت‌های جاودان و انی لا احب الافلین، اینا که افول میکنه رو به من نداری خودی، سر ما رو گول نزن، اینا رو بعداً دوباره میخوای بگیری. نبخشد چه بخشد مرد را این سفل ایام، که آخر باز نستاند سرانجام. زمانه هیچ نبخشد که باز نستاند. پس اینا نعمت نیست. انعمت علیهم نعمت واقعی اونیست که دیگه مال ماست و زمان و مکان نداره.
محدودیت نداره. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم استثناء میکنه که اونایی که تو غضب کردی براشون ما رو جز اونا قرار نده. و این تقریبا همه تقوا رو در بر میگیره. یعنی هر چه که انسان بخواد تصور بکنه در تقوا این است که یه کاری نباید بکنی که خداوند خوشش نیاد، ابروشو در هم بکشی. خودت هم میدونی، خودت رو خدا رو مصور بکن همون که در دلت هست. بگو خدای من اگه این کارو بکنم تو ابروهاتو تو هم میکشی یا نمیکشی؟ اگه تو نه لبخند میزنه میگه نه عزیزم تو میتونی این کار بکنی، اون وقت انجام بده. در غیر این صورت میدونی که مغضوب علیهم میشی و غضبش رو اون به صورت غضب مردم آشکار میکنه. یعنی یه فردی میاد عصبانی از دست شما که آقا این چرا این روله رو اینجوری درست کردی، چرا اونو چنین کردی، چرا اون چنین کردی، چرا این درست انجام ندادی، چرا این قیرگونیش درست نشده، اینجا آب داره میشه فلان حرفا. آدما عصبانی میان پیش شما، این غضب اوست، مغضوب علیهم میشه آدم. خداوند غضب میکنه برش. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نه جز به اونایی باشین که غضب کردن. یه درجه پایین ترش این است که آدم خودش دانسته کار بد نکنه ولی گمراهه. خدای ما رو جز گمراهان هم قرار نده که سرگشته باشیم و ندونیم که راه راست کدومه و حتی از این سرگشتگی هم در ضلالت باشیم، یعنی جهل مرکب داشته باشیم. خیلی ها گمراهن و هیچ نمیدونن که گمراهن. خب بنابراین تمام قرآن تموم شد دیگه. چه چیزی دیگه در قرآن هست؟ نماز توش هست، روزه توش، تقواها همه توش هست، پرهیزها همه توش هست، کارهای خوب همه توش هست، ایمان به قیامت توش هست. هر چی که شما در قرآن به تفصیل میبینید اینجا هست. بنابراین راست گفتن که هر چی که در قرآن هست در سوره حمد هست و بازم راست گفتن که هر چی در قرآن هست در بسم الله الرحمن الرحیم هست. چرا؟ برای اینکه الله که توش هست. این سه تا که گفتیم میشه الله. میشه هم رحمانه. رحمان کسیست که رحمت میکنه، میآفرینه. رحمت عام، رحمان رحمت عامه. رحمت خاص هم داره. رحمت خاصش هم جاودانگیه، یعنی معاد و بازگشت. چون اگر رحمت خاص نباشه اون رحمت عام رو همه موجودات دارن. جز من و تو هر که در این ارچوت که جز من و تو هر که در این طاعتند سیرفی گوهر یک ساعتند. یعنی بقیه دارن یه گوهری رو که یه ساعت دیگه غیب میشه اینو دارن میخرن. فقط من و تو هستیم. من و تو یعنی ما آدمیزادا. ما آدمیزاد هستیم که مشتری گوهر یک ساعت نیستیم و مثل خلیل میگیم که انی لا احب الافلین. زان سوی عالم که دگر راه نیست جز من و تو هیچ کس آگاه نیست. فقط من و تو خبر داریم، بقیه خبر ندارن. این مال اون رؤوف رحیم بودنشه که ما رو اون نعمت جاودانگی و درک عوالم نامتناهی رو به انسان داده. بنابراین عمل صالح هم همون رحمت و مهربانی و خوبی، یعنی همه اعمال صالح در رحمت عام و رحمت خاص خلاصه میشه. شما اگه بپرسین که من چه کار خوبی بکنم، عمل صالح چه عمل صالح؟ این که رحمت به کسی برسه، یا به عموم یا به خاص. اما گفتن که الفی از پرده بیرون جست که الف قامت یار بود، به آمد در پای او افتاد. گفت من شرح تو هم و من خودم رو دراز کردم، نقطه هم گذاشتم، من شرح تو هستم، من شرح الفم. به آدمی زاده، انسان کامل، و اون نقطه هم جان آدمی زاده، اون سر و سر ذات آدمی زاده و انسان کامل مظهر باز. بنابراین همه اینها در اون به هست و این به شرح اون الفی است که پشت پرده است و غیب شده. بسم الله یه الفی افتاده اینجا.
چون این ب و س با هم عاشق هم دیگه بودن، این الف نمیذاش اونجا، این الف رو هست چیزش کردن ولی غیب شد این الف، ولی اون الف هست، این الف از همه حاضرتره. و این ب اومده میگه که من شرح تو رو دارم میدم، ت هم همینطور، سه نقطه هم همینطور، جین هم همینطور، دالم گفتش که من 2 تا الف هم اینجوری کردم دولا شدم در مقابل تو که طاعت تو رو بکنم، وگرنه من همون الفم. ای عاشقان ای عاشقان چیزی ندارم جز الف، اما الف را بر درت من هر شبی چون نون کنم. انسان در اثر تعظیم و اکرام الف اسرار الف رو میتونه بفهمه و ما میتونیم در پای او بیفتیم به زاری، زلف تو پیش روی تو افتاده دادخواه، همینطوری ما بیفتیم مثل زلفی که در پای معشوق افتاده، ما التماس بکنیم که ما میخوایم که قد و قامت الف تو رو که نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار اینو بفهمیم. برای اونم درسته که اون به مقام انسان کامله و حضرت امیر فرمودن به عنوان مظهر انسان کامل که انا نقطه و تحت الباء. حالا اون انا رو شما به خودتون بگیرین، اون از زبان همه ما صحبت کرد. اگه ما هم آدم باشیم، انسان باشیم، اون نقطه سر سویدا که نه ملک راست مسلم نه فلک را حاصل، اون نقطه در ما هست و اون شرح الف هم در ما هست. بنابراین هر 3 مرحلهش درسته که هم همه قرآن مندرج در حمد، هم همه حمد مندرج در بسم الله و همه بسم الله هم در اون بای بسم الله مندرجه و این ب هم اگر نقطه‌شو بردارن دیگه ب نیست. یعنی ما اگه اون سر و سر ذاتمون که اون نقطه سیاهی است، گفتند که همه اسرار از اون نقطه سیاه بیرون میاد، اون نقطه وحدت و شگفت‌آورترین چیزها اون نقطه است، چون نقطه نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع، ولی یه نقطه فضول باشه که نشسته اونجا مثلا میگه آقا این طولش زیاده. تو دل ما که طول عرض نداره اصلا، تو از کجا به طول عرض فهمیدی؟ میگه آقا این قالی خورده بی‌قوار است، طولش زیاده عرضش کمه، این یه خورده بر بالاتر، اون یه خورده پایینتر، این یه خورده کجه، اون یه خورده راسته، این ابر رو نمیدونم یه خورده باید زیرش بردارن یا کم بکنن، تصرف میکنه. فضول باشی همه چیز از اون نقطه، اون نقطه دل ماست، نقطه وحدت که هیچ کثرت درش راه نداره و همجهتا به همه کسرات واقفه. چرا؟ من اینکه تمام کسرات از حرکت اون نقطه، اون نقطه الف میشه، اون نقطه است که سطح میشه، حجم میشه، طول میشه، عرض میشه، دایره که نقطه دایره است از سرعت سیر. بنابراین ادبیات فارسی درباره این نقطه صحبت میکنه، درباره اون به صحبت میکنه انسان و همه بحث مقام انسانه در این 3 مرحله که انسان اولا مقامش چیه، ثانیاً پروردگارش کیه، ثالثاً چه ارتباطی باید با پروردگارش برقرار بکنه. اون وقت میبینیم گاهی اوقات منتهای ستایش رو از آدم میکنن، گاهی اوقات هم آنچنان انسان رو مورد ملامت قرار میدن که انسان از شرم نمیتونه سرش بلند بکنه. شرم در این طارم ازرق نماند، آب در این بحر معلق نماند. حالا من قبل از اینکه از ادبیات خودمون بریم سراغ نظامی جادو سخن، میخوام یه قطعه از شکسپیر، 2 تا قطعه از شکسپیر بخونم براتون که یکیشو خوندم بازم تکرار میکنم درباره مقام انسان. درباره مقام انسان البته همه بزرگان ما تقریبا بخش عمده آثارشون مقام انسانه. شکسپیر هم همینطور. شکسپیر شارح دل انسان هاست. میگن هیچ چیزی در خاطر کسی نمیگذره الا اینکه یه جا تو شکسپیر شما میبینید این گفته What a piece of work is man. این آدمیزاد عجب تیکه‌ایه. شکسپیر میگه این در نمایشنامه هاملت. What a piece of work is man. How noble in reason. از نظر عقل نگاه میکنید چقدر شریفه.
چه شرافتی داره عقل آدمیزاد که بالاتر از اون چیزی نیست. How noble in reason, how infinite in faculty. چقدر انسان قدرت‌هاش نامتناهیه. هر چی فکر میکنه که آدمیزاد اینقدر میتونه، میگه نه بیشتر هم میتونه. هیچ حدی نداره. How infinite in faculty. In form and moving. از نظر فرم و زیبایی ظاهر. In form and و در حرکتش. البته این آدم در نقطه اوجا که حرکتش و جسچرش و رفتارش در این ستایش قرار میگیره. In form and moving, how express and admiring. چقدر از نظر فرم و رفتار این شفاف و ستایش انگیزه. In action, how like an angel. در عمل چقدر مثل فرشته هاست. In thought, در فکر how like a God. مثل خداست. The beauty of the world, زیبایی جهان. And paragon of animal. و پادشاه جانوران و پادشاه جانداران. این میگه یه جای دیگه هم در measure for measure از قول ایزابلا میگه که man, proud man، این انسان مغرور چطور is given a little brief with a little brief authority. یه قدرتی بهش داده میشه کوتاه مدت، کم، یه ذره که مثلا هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه و اونم کوتاه مدت میکنه. اون وقت does such fantastic works, such fantastic behavior under heaven. اون وقت یه قدرت مختصری که پیدا میکنه ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. مثلا اینکه یه چیزی استغنایی پیدا میکنه و یه خورده قدرت پیدا میکنه شروع میکنه شلنگ حق انداختن اینا. اون وقت میگه که فقط فانتاستیک هم به معنی خنده‌دار ضمناً، ولی شکسپیر یه بازی کرده اینجا که آدم فکر میکنه که مثلا همه مردم بهش میخندن. میگه که انقدر این رفتارهای فانتاستیک در زیر این آسمان میکنه، آسمانی هم که به قول نظامی بازه درش همه دارن میبینن. نظامی میگه پرده زنبور گل سوری است. زنبور میره این لابلای گل سوری قایم میشه، آدم نمیبینتش. پرده زنبور گل سوری است. وان تو این پرده زنبوری است. ما تو پرده زنبوری یعنی پرده مشبک مثل آبکش میمونه، از اون پشت دارن میبینن ما رو. میگه که تو نمیتونی قایم بشی که اینجا. پرده زنبوری که از بازی‌های نظامی با هم پرده است. کفش دهی باز دهندت کلاه، پرده دری پرده درندت شما. خیزه مکن پرده دری صبحوار، تا چو شبت نام بود پرده دار. پردگیانی که جهان داشتند راز تو در پرده نهان داشتند. از ره این پرده فزون آمدی، لاجرم از پرده برون آمدی. دست جز این پرده به جایی مزن، خارج از این پرده نوایی مزن. دل که نه در پرده سماعش مکن، هرچه نه در پرده وداعش مکن. بشنو از این پرده و بیدار شو، خلوتی پرده اسرار شو. اصلا با پرده نم چیکار کرده؟ چه تئاتری داده و اترکسیونی ایجاد کرده با پرده. یکیش هم همینه که پرده زنبور گل سوری است. وان تو این پرده زنبوری است. تو توی زیر این پرده زنبوری چطور میخوای خودتو پنهان بکنی؟ اون وقت میگه زیر این آسمان که 100,000 تا تماشاچی سرشو از پنجره‌های آسمان کردن بیرون دارن تماشا میکنن، چنان کارهایی میکنه that makes the angels weep، که فرشتگان میگریند. به جای اینکه آدم انتظار داره که بگه میخندن، که انسان به حال این موجودی که میگن ما این بود که سجده کرده بودیم بهش و اینا گریه میکنن، هم به حال خودشون هم به حال آدمیزاد که ببین به چه روزی افتاده. حالا نظامی در مخزن الاسرار که ما میخوایم انشالله چندگاهی در صحبت نظامی باشیم به نصیحت خودش که گفت دست مدار سر مکش از صحبت روشن دلان،
دست مدار از کمر مقبلان، دست تو بر ندار از دامن انسانهای مقبل کسانی که اقبال کردن، روشون کردن به طرف او. دست مدار از کمر مقبلان، خار که هم صحبتی گل کند، غالیه در دامن سنبل کند. میگن یه خاری هست که وقتی میخوان سنبل معطر بشه، اون خار رو بغل سنبل میکارن که بیشتر عطرش زیادتر میشه. وقت نظامی میگه این به خاطر اینکه هم صحبت گل بوده که این مقام پیدا کرده. خار که هم صحبتی گل کند، غالیه در دامن سنبل کند. روز قیامت که برات آورند، بادیه را در عرصات آورند. روز قیامت که همه رو میارن محاکمه میکنن، بیابون هم میارن محاکمه میکنن، بیابون خدا رو، کویر لوط رو و صحرای عربستان میارن جا محاکمه میکنن. که جگر آلود زبان بستگان، تو 1000 نفر کشتی، چون چه آدم ها در چیز مردن. فاذا هم به ساهره به بیابون میگن ساهره با عوض، یعنی جایی که آدم چاره نداره بیدار باشه، برای میکشنش، میخورنش و یا میدرنش. فاذا هم به ساهره. گاهی اوقات هم اسمای دیگه داره بادیه، خیلی از اسامی عجب غریب داره در زبان عربی که هر کدومش هم یه لطافتی داره. بادیه را در عرصات آورند، که جگر آلود زبان بستگان، آب جگر خورده دلخستگان. تو آب جگر دلخسته ها، آدم های خسته و از راه افتاده، از پا افتاده رو خوردی اینجا. ریگ تو را آب فرات از کجا؟ بادیه و آب حیات از کجا؟ بادیه و فیض فرات از کجا؟ ریگ میگه که نه، من دفاع میکنه از خودش در دادگاه الهی. ریگ زند ناله که خون خوردم، که من خون نکردم، خون خوردم. ریگ زند ناله که خون خوردم، ریگ مریزید نخون کردم. حالا اینجا با ریگ بازی میکنه نظامی که ریگ زند ناله که خون خوردم. اونجا قبلش هم گفتش که ریگ تو را آب حیات از کجا؟ بادیه و فیض فرات از کجا؟ ریگ زند ناله که خون خوردم، ریگ مریزید نخون کردم، بر سر خوانی نمکی ریختم. گفت ما دیدیم که ما که دست اون جای بند نیست، گفتیم که چیکار کنیم؟ بریم دست به دامن یه مقبلی بزنیم. بر سر خوانی من اومدم یه سفره پهن کردم و یه مقدارم نمک ریختم، نمک کبیر، دیدین شوره‌زار دیگه. بر سر خوانی نمکی ریختم، با جگری چند در آمیختم. جگر یعنی چی؟ جگر یعنی آدمای شجاع، آدم‌هایی که جرأت میکنن وارد بیابان عشق بشن، وارد اون کویر بشن. و اگر کسی مصاحب اونها بشه، و من دام پهن کردم که 4 تا آدم حسابی از رد بشه و من به سبب عبور از اینها که این پاشو بذاری رو ریگ وجود من، اگه آب حیات میبینی، اگر این همه ادعاها میبینی، من مال اینه که من بر سر خوانی نمکی ریختم، با جگری چند در آمیختم. جنیدی، یک صاحب دلی از این بیابان عبور کرده، یک موسایی از این بیابان عبور کرده. با جگری چند در آمیختم، تا چو هماغوش غیوران شوم. غیوران کسانی هستن که تیغ غیرت میکشن به غیر خدا رو، تیغ الله در قتل غیر حق براند. در نگر تا آنکه بعد از لا چه ماند از الا الله. باقی جمله رفت، مرحبا ای عشق شرکت سوز زفت. اونو بشکن تیغ غیرت، که گاهی میگن نهنگ لا. نهنگ لا، لام یعنی همه رو میخوره، بدان حرف نهنگ آسا. شهادت گفتن این نیست که بگی اشهد ان لا اله الا الله. شهادت گفتن آن باشد که هم ز اول در آشامی، همه دریای هستی را بدان حرف نهنگ آسا. اون نهنگ بیاد، نهنگی میگه آمد همه آب دریا رو خورد، که نمیدونن یعنی چی. مولانا میگه نهنگی هم اومد آب دریا رو مرتبه بلعید، یعنی شما همین کارو. نهنگ شما، نهنگ یعنی اون لا، یعنی اون غیرت ما که غیر او نباید باشه. همه رو ببل، همه 4 تکبیر زدم یک سره بر هر چی که هست، همه رو مرده و نیست حساب بکن. ما عدم هاییم، هستی های ما عدم هاییم، هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. و برای اون غیرت میگه که من خواستم تا چو هماغوش
غیوران شوم، محرم دستینه هوران شوم. من 4 تا ریگ آوردم گذاشتم اینجا، حالا هنوز ریگو رها نکرده که این ریگا رو بیارن و اینا رو ببندن و حکم چو بر حکم سرشتش کنن، مطرب خلخال بهشتش کنن. ما میخوایم که دست بزنیم در کمره مقبلی مثل نظامی، مثل سنایی، و انشاءالله چندگاهی در صحبت نظامی جادو سخن باشیم. و این کتاب واقعا معجزه آسا، خودش گفته جادوه ولی جادو نیست. گفتم جادوگری سست بخندید و گفت سحر اثر کی کند، ذکر خدا می رود. جادویی کس دید با نام خدا، اگه جادو بود با اسم خدا باطل می شد. نظامی جرأت نمی کرد که اسم خدا رو بیاره. این یه جادوی عشقه و جادوی نهفته، دیو پیدا، هاروت مشوشان شیدا. این اون دیو عشقه که خیلی هم خوبه. دیو از این عقل عظیمتگر ما دیو دید، عقل چش به دیو افتاد، راشو کشید رفت. دیو یعنی اون قدرت چیرگی عشق رو گاهی به دیو تشبیه میکنن. بنابراین این شاعر حکیم عارف سامی، به قول شیخ بهایی میگه العارف السامی حکیم نظامی، انشاءالله در صحبت او باشیم. این مخزن الاسرارش داستان همینه که دائما انسان رو در اوج نشون میده، در اعلی علیین، بعد میاره در اسفل سافلی میگه اینجا افتادی تو، بعد میگه که حالا از اینجا باید شروع بکنی. اون مقاله اول که من شروع کردم گفتم راجع به گندم اشاره کردیم، مقاله اول راجع به انسانه، مقالت اول درباره انسانه که انسان از کجا آمده و داستان پیدایشش چیه و بعد چه مرتبه و منزلتی داره و بعد چطور میشه گناه میکنه چون علم افتاده و برخاسته، آن به خلافت علم آراسته چون علم افتاده و برخاسته. توبه کرده چون دلش از توبه لطافت گرفت، ملک زمین را به خلافت گرفت. شیخ محمود شبستری میگه که انسان سقوط کرد، اومد اون اسفل سافلین. اونجا که رسید از اونجا 2 مرتبه فکر کرد که ای وای ما باید برگردیم بریم اینجا کجاست، اینجا بار کنیم، این چه جاست. بعد میگه که در آن دم متصف گردد، هرچند که میگه به توبه متصف، به توبه متصف گردد، در آن دم شود در استفا اولاد آدم. از اونجا که آدم توبه میکنه، توبه به معنی بازگشتی که ما برگردیم بریم پیش پروردگارمون، از اونجا شروع میکنه حرکت کردن. چه توبه چیز کرد، نور استفا یافت. وقتی انسان توبه کرد میگه که این ابلیس بیچاره یکی چندین 700 هزاران ساله طاعت به جای آورد و کردش طوق لعنت. یکی از معصیت نور و صفا دید، چه توبه کرد نور استفا دید. بنابراین از اینجا میگه که شروع کن با آدم، بعد مثل ادریس ز اوصاف نکوهیده شود پاک. اول مثل حضرت آدم توبه میکنه، بعد ز اوصاف نکوهیده شود پاک، چو ادریس نبی آید بر افلاک. و همطور یکی یکی انبیا رو طی میکنه، انبیا رو در راه بازگشت شدن طی میکنه. بعد تا جایی میرسه که هستی را به تاراج دهد او، جمله هستی را به تاراج در آید از پی احمد به معراج. تا اونجا میرسه. انشاءالله ما در صحبت نظامی این حرکت رو انجام میدیم. السلام. برای فرصتی هم گذاشتیم که اگر دوستان پرسش و پاسخی داشته باشن، یعنی پرسشی داشته باشن، ما گفتگویی با هم بکنیم. چون اغلب با خود من صحبت کردن که آقا این چه وضعیه، شما یه طرفه میری اونجا تلویزیون صحبت میکنی. گفتم حالا ما تو تلویزیون نرفتیم، تلویزیون اومده اینجا به شما. ما داشتیم کارامون چیز صحبت میکردیم برای عزیزان، بعد گفتن خب حالا بقیه هم گوش بکنن، اشکالی هم نداره. من خیلی هم خوشحال میشم و خیلی هم ممنونم از اینکه این سعه وجودی رو به صحبت ما دادن. ولی میگن که این یه طرف است، ما هم یه حرفایی داریم، خب حرفتون بزنید. شما هر چه حرفی که دارین بزنید، اگر سوالی که بزنید، اگر ایراد اونا رو بگیرید هیچ اشکال نداره. ما انادی که با حق نداریم. اگر یه وقت دیدیم که شما درست میگین، چه بسا که درست حق با شما باشه، انسان قبول میکنه.
میگه اگر سوالاتی دارین حالا یا به صورت مکتوب یا به صورت چیز بنویسید. بفرمایید. من فکر میکنم از اونجا شاید نتونیم بشنویم. خب میخواین تشریف بیارین اینجا بپرسید. مثلا در مورد مدیتیشنه و اینکه ما که تو این دور زمانه خب به حال تکنولوژی و روزمرگی خاصی که داریم و باش درگیریم، چطور میتونیم خودمون رو به خدا نزدیک کنیم و فعلا تنها راهی که برای ما هست همین تی ام و مدیتیشنه که شما به سخنرانیتون گفته بودین که راه خوبی نیست. بله من را توضیح میدم. بله از کنم اتفاقا سوال خوبی کردن که خیلی از دوستان ممکنه در ذهنشون باشه که بالاخره ما در این روزگار آشفته که سیلاب تکنولوژی و اشتغالات دنیوی داره ما رو غرق میکنه، ما چه بکنیم که بالاخره بتونیم یه تمرکزی بکنیم و یک قرار ملاقاتی با خودمون با پروردگارمون بذاریم، یه گفتگویی بکنیم، چیکار بکنیم که خلاص بشیم. و بعضی به خاطرشون آمده که این مدیتیشن، ترانسندنتال مدیتیشن که تی ام میگن، که از تکنیک های قدیمی یوگاییه. یعنی یوگا تکنیک های خیلی گوناگونی درش هست، مثل راجا یوگا، مثل باهاکتی یوگا که یوگای عشق هست، مثل تانترا یوگا، مثل راجا یوگا که یوگای تفکر هست. یکیش هم مانترا یوگاست که در اون مانترا یوگا در واقع ارتباط پیدا میکنه به همین تی ام که انسان بار که 4 ساعت مثل بعضی از عزیزان کریشنایی، من خودم در معابدشون بودم، اینها در سراسر جهان شاید این کارو میکنن که 4 ساعت مثلا از 4 صبح تا 8 صبح یا از یه زمانی میشنن ذکر میگن. من فکر میکنم در دنیایی که این همه کار هست و این همه نیاز هست که ما به عنوان یه انسان باید خدمت بکنیم در این عالم، این اون خدمت بهینه‌ای نیست که ما میتونیم بکنیم. ما بایستی که اون مقداری که در ادیان ما رو ترغیب کردن به ذکر، که اونم ذکر در واقع به معنی مشفوعه به فکره که ذکر خالی نیست، اون خوبه، کافیه. ولی تی ام من دیدم خودم و امتحان کردم و آزمایش کردم و مصاحبت کردم با کسانی که در این راه رفتن و دیدم که اون اثراتی که ذکر میکنن نداره. اثرات تبلیغاتی، معمولا یک ویدیویی میذارن و تو اونجا یک دعوی هایی میشه که بله شما اگر این کار رو انجام بدین در دنیا ثابت شده. اولا بی خود میگن ثابت شده، ثابت چیزی بهش میگن که همه دنیا قبول کردن، خیلی اصلا میگن قبول ندارن هم چیزی، میگن ثابت شده که این هوش زیاد میکنه، نمیدونم حافظه رو تقویت میکنه، نمیدونم کلسترول میاره پایین، همه چیزایی که خوبه میگن میبره بالا، همه چیزایی که بده میاره پایین. ولی عملا من دیدم که اون کسانی که سالیان دراز این کار کردن هیچ ویژگی خاصی پیدا نکردن، این امتیازی نه در هنری نه در علمی من در اونها به این دلیل ندیدم که چیز بارزی ایجاد بشه. این که من توصیهم، ضمن این که نفی نمی‌کنم اون چیزا رو، هر کس هر کار می‌خواد بکنه. من فکر می‌کنم که چه بهتر که ما اگه می‌خوایم تمرکز بکنیم، هنر به قدری ذهن انسان رو اشغال می‌کنه که شما اصلاً دنیا و مافیا از خاطرتون میره. گفتن به یاقوت مستعصمی نشسته بود، میومد کنار طبیعت میشست مینوشت، برای اینکه خیلی خوب آدم بغل یه زیبایی چشم ابرویی که بشینه خطش هم خوب میشه، تأثیر داره. چرا؟ برای اینکه تو فضای محیط زیبایی قرار میگیره دیگه، اثر میذاره. داشت مینوشت، بعد اومدن گفتن چه نشستی؟ که بغداد رو آب برد. گفت حرف نزن که من دارم یه نون مینویسم که به تمام بغداد میارزه. یعنی این موقع که ذهنش متمرکز شده روی این نون، به قدری ذهن انسان تخلیه میکنه هنر. من خودم وقتی میشینم، وقتی خسته میشم، مرحوم پدرم هر وقت خسته میشدن میگفتن اون قلیان منو بیار. قلیانشون چی بود؟ قلم دوات میوردیم. وقتی میرفتن تو خط و خوشنویسی و اون حرکات و اینها، به کلی اون ذهن آدم خالی میشه از اون افکار و اندیشه‌هایی که هجوم میارن. بنابراین به نظر من راههای بهتری هست
اگر اون راه هم تأثیراتی داشته باشه، راههای خیلی بهتری است در این دنیا که هم بعد از 10 سال شما یه خطاط بزرگی میشین، نقاش بزرگی میشین، موسیقیدانی میشین. کسانی که میشینن مشغول موسیقیشون میشن، تار میزنن در گوشه. بهترین نوع همین مدیتیشن هنره. خود نماز رو اگر انسان توجه بکنه به اون معانی و همین مطالبی که اشاره کردیم امروز، انسان ذهنش به کلی خالی میشه از هر چیزی و الله اکبر که میگه دنیا و مافیها رو پشت سر میندازه و یک دل و یک جهت روی در محبوب میکنه. این که من توصیه نمی کنم، در این حال شما توصیه می کنم که یه چک بین المللی بکنین و ببینید که آیا دانشمندان جهان، متخصصین روانشناسی، بزرگانی که روی زمینه مغز انسان دارن کار میکنن، آیا این رو به عنوان یه اصل علمی قبول کردن یا نکردن. و من اون تحقیق کردم نیست که نکردن. خب این رو من گفتن با توجه به عدل بی تردید خداوند چگونه میتوان فهمید که چرا در اسلام مرد برتر از زن است؟ بله. این در واقع یه نوع لودد کوئسچنه، یعنی سوالات بارداره که ما یه چیزی رو قبلا مسلم فرض کنیم، بعد بر مبنای اون یه حکمی صادر بکنیم. کی گفته که مرد برتره؟ مثلا ما هم چیزی قبول نکردیم. اگر گفتن مثلا فرض که حالا گیرم راجع به عقل اولا صحبت میکنن، عقل توفیقی نیست که حالا خود کمتر باشه خود بیشتر باشه. اگر فرض کنیم، حالا اونم من تازه قبول ندارم، الان آخرین اخباری که هست اینه که به سرعت خانم‌ها دارن همه دورها رو در اروپا و امریکا به خصوص از دست آقایون بیرون میارن و امتیازات بسیار استثنایی دارن کسب میکنن و آقایون دارن عقب میفتن در ریاضیات، در همه رشته ها. و این حرف درستی نیست که خانم‌ها عقلشون کمتره یا هوششون کمتره، هم چیزی نیست. با توجه به اینکه EQشون قطعاً بالاتره، یعنی ایموشنال کوشینتشون، درجه مهربانی و رأفت و عشق و عاطفه و اینها درشون قوی تره و به هیچ وجه خداوند همچین حکمی صادر نکرده. اگر یک اشاراتی در قرآن هست اون به خاطر این است که گفتن قوامون علی النساء، یعنی زن به علت اینکه خاطرش عزیزه نبایستی که اجازه بدن که اون بار سنگین رو دوشش بیفته. این گفته که این ستون رو من دستم اینجوری میکنم، این ستون اقتصاد خانواده رو بار سنگینش بذاره دوش من. قائم این ستون، یعنی اینها ستونی هستن که تکیه بیشتر، ولی الان اگر خانم‌ها واقعا میتونن که البته میتونن، اون چیزم از بین میره. یعنی این که بخوان خانم‌ها خیلی راحت میتونن مشارکت بکنن، چون الان کارهای سافت‌وری میکنن، کاری نیست که بار کشی نمیخوان بکنن که بار سنگین. یه وقتی بار سنگین بود، یعنی کار بیشتر کار جسمانی بود و نیاز داشت به اینکه قدرت جسمانی بیشتری داشته باشن. بعدن هم فضاها هم ناامن بود، زن در محیط بیرون امنیتی احساس نمی‌کرد، می‌دزدیدن، حمله می‌کردن، تعرض می‌کردن. خب برای اینکه حفظ بشه و مصون باشه یه مقدار امتیازات دادن، گفتن که مثلا نفقش رو حتما یه مردی بایستی که تامین بکنه که این نگرانی نداشته باشه و اگرم چیزش هم نصف چیز گذاشتن ارثیه رو، خیلی درسته این، برای اینکه چون زن اون 1/3 که دریافت میکنه مال خودشه، مرد اون 1/3 باید با یه زن دیگر تقسیم بکنه، یعنی هر چی که داره در واقع تقسیم میشه. بنابراین ظلمی نمیشه در این تقسیم بندی ارثی هم بزن و به هیچ وجه اینطور نیست که خانم‌ها مقامشون کمتر باشه، بلکه چون آخرین مرحله آفرینش هستن، چون بعد از آدم به وجود آمدن علی ظاهر داستان این است که یه درجه کاملترن و قاعدتاً بایستی که به مرتبه بالاتری دست پیدا کرده باشن که بعد از مرد زن را آفریدن و از روی مرد زن را آفریدن. و حالا البته اون شعرم من دلم میخواد یه دور دیگه براتون بخونم، با اینکه بارها خوندم، که اگر گفتن زن رو خداوند از پهلوی چپ مرد آفرید، این 3 معنی داره. بفرمایید شما، من اینو مطلب بگم بعد شما چیز بکنید. 3 معنی داره. گفته است که yes, God created man out of the left side, created woman out of the left side of man. از طرف چپ، از پهلوی چپ مرد آفرید. Not from his head.
نه از سرش to be trampled by him، ببخشید to be governed by him، not from his foot to be trampled by him. از پاش نگفته که لگدکوب بشه، از سرش هم نگفته که حاکم باشه. but from his side to be equal with him، ساید گذاشته که ایکوال باشه، ساید چپ هم گذاشته from under his arm to be supported by him، از زیر بازو تا مورد حمایت باشه. and from nearest his heart to be loved by him، و از نزدیکترین نقطه به قلب که معشوقش باشه. برای به این دلیل گفتن اون یه رمزه که گفتن از پهلوی چپ کنایه از برابری، ساپورت و عشق رو نشون میده. و به نظر من به جای اینکه ما آقایون و خانم‌ها در این مورد بحث بکنیم، ما بهتره که در میدان خدمت قدم برداریم و نشون بدیم که واقعا چه کسی داره ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مرد و زنم نداره. بفرمایید. شاید این مسئله همیشه این برای خود من اتفاق افتاده که همیشه اینطوری نیست. شاید از 3 وعده نمازی که باید بخونم یه وعده‌اش واقعا اون حضور حس. چقدر خوش به حال شما. ایشون میفهمن که این نماز رو که میگن باید با حضور قلب بخونیم، خب دائما که آدم نمیتونه بکنه، ممکنه از 3 وعده یه وعده‌اش باشه. اگر از 30 وعده‌اش هم یه وعده‌اش باشه خوبه. یعنی اصلا میگن اگه کسی در تمام عمرش 2 رکعت نمازی با حضور قلب بخونه دیگه کارش تمومه، یعنی متصل شده. چرا؟ برای اینکه اون حضور رو پیدا کرده، انتظار نیست. ولی من یه راهی رو پیشنهاد کردم اگر انسان بخواد در نماز یاد خدا باشه و ذهنش به چیزهای دیگری متوجه نشه، پیغمبر فرمود ما زاغ البصر. در مورد پیغمبر خداوند فرمود که ما زاغ البصر. زاغ یعنی اینور اونور خیره شد. پیغمبر خیره نشد، هی وقتی که داشت میرفت خدا رو ببینه هی یه سرش اینور نمیکرد یه سرش اونور بکنه. گفتش که میگن یه مردی رسید به یه زنی، گفتش که کلی به کل که عاشق، کل وجود من به کل وجود تو عاشق. گفت اگر کل وجود تو به کل وجود من عاشق باشه، کل وجود من به کل وجود تو ایثار میشه. اما تو واقعا نشون بده که این کل وجودت. من الان یه امتحانی میکنم. اولا گفت من یه خواهری دارم از خودم 100 درجه خوشگل‌تره. گفت خونه‌شون کجاست؟ گفت این بغله. راش سرش کرد که اونور. گفت دیدی کل وجودت نیست، کل وجودت یه تیکه‌شو گذاشتی میخوای اینجا خواهر من میخوای بگیری، اینا از کل وجود نیست. کلی به کل که راقب. گفت منم کل وجود من به کل وجود تو من عرضه میکنم خودم رو، به شرطی که تو کل وجود عاشق من باشی. حالا اگر که پیغمبر گفت که ما زاغ البصر، چشمش یه ذره این ور اونور نشد، از سبز، سرخ و سپید هر شود که رنگ آن باغ، مهر نظر تو بهر نظر تو مهر مازاق. مازاق یعنی ما زاغ البصر. اگر انسان بخواد چشمش به جای دیگه نیفته، باید 24 ساعت یاد خدا باشه تا بتونه تو نمازش هم یاد خدا باشه. اگر آدم دائما از صبح که را میفته بیاد بیرون، این یاد خدا از دلش بیرون نره و میخواد حرف بزنه بگه خدا هست، داره میبینه. این پرده زنبوری هم یادش باشه که هم خدا دارن میبینن، هم ان الله و ملائکته با هم نشستن اونجا دارن فیلم تماشا میکنن اینجا. بنابراین یادش نره اینو. مقصر نماز هم دیگه به چیز نمیتونه فکر بکنه. بنابراین اگر آدم 23 ساعت 23 ساعت و نیم به یک چیزهای دیگه فکر بکنه، وقت نیم ساعت نمیتونه به خدا فکر بکنه، ذهن آدم اشغال میشه. بهترین راهش اینه که آدم دائما عادت بکنه که در همه احوال یاد خدا باشه و وقتی شروع میکنه نماز خوندنم خود به خود یاد خدا میفته. بقیه سوالا رو من دیگه چون خسته شدم میذارم، ان شاءالله بعداً جواب میدم.